بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران گرامی، امروز با یک حدیث دیگر، حدیث خیلی گرامی قدر، حدیث خیلی پرمضمون، خیلی گرانبها، خصوصا حدیث درباره فتنه ها است. فتنه های پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفته است که در آینده میشوند، فتنه ها پیش روز قیامت. خلاصه انه سمع ابا ادریس، حدیث در صحیح بخاری است. ابا ادریس خولانی میفرماید که انه سمع حذیفه ابن یمان، حذیفه ابن یمان شنید است که میگوید، حذیفه ابن یمان سری، یعنی صاحب سری پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اسرارش میگو برای حذیفه ابن یمان و صاحب سر بود. یعنی یقول حذیفه ابن یمان میگوید که کان الناس یسالون رسول صلی الله علیه و سلم عن الخير. گفت پیغمبر اکرم مردم، یعنی که صحابگان گرد اطراف پیغمبر صلی الله علیه و سلم میپرسیدن از چی؟ خیر، یعنی خیر، درباره خیر میپرسیدن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی که اشارت کند کدام کار خیر است که همون کار انجام دهند، یعنی کوشش به خیر و کوشش به چی بکردن؟ انجام دادن کاری خیر. خلاصه اون کاری که یعنی خیره که نشون دادم خیر انجام دادنش. بعد حذیفه چی گفت؟ و كنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. چه گفت که من پیغمبر صلی الله علیه و سلم مردم همه خیر درباره خیر میپرسید. خیر چی است؟ خیر که آمد انسان هم خیر انجام میدهد، کوشش میکند انجام میدهد، اجر میگیرد. من پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره شر بدی میپرسیدم. شر به معنای فتنه هایی که میآیند از پیش، یا که عمل های، یعنی که فتنه ها یا که عمل های بدی که میاد، چخل آنها را چی؟ چخل آنها را انسان از آنها چی کند؟ دوری جوید. مثلا خیری که آمد انسان خیر انجام میدهد، بدی که آمد اگر بدی را نداند که همین بد است، همون را انجام میدهد، که در اون واقع میشود، امن عملی بد رخ میدهد، یا در اون فتنه دوچار میشود به اون فتنه. پس وقتی که میگه که همون بدی که آمد، شر که آمد، چخل ما باید از همون شر خود را چی؟ نگاه داریم. چخل همون بدی که آمد، بدی را بدانیم که بد است و از اون چی؟ پرهیز کنیم. گفت که من پیغمبر چی میپرسم درباره بدی؟ مخافت ان یدرکنی، از ترسی که، یعنی از بیمی که همون که گفتیم که شر به معنای چی است؟ فتنه ها، یا که همون چیزی که میبینن بدی ها، یا که فتنه هم بدی است. فتنه ها گفت که یعنی حدیثای بسیار حدیثای فتنه ها را روایت کرده است، هم خیلی که یعنی در همین ساحه متخصص باشد. پس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی میپرسیدم پیغمبر از فتنه ها برای چی بود؟ مقصد از پرسیدن من برای چی بود؟ از بدی که میپرسیدم، از آن که وقتی که فتنه که آمد، من اون فتنه را چی؟ از فتنه دور شوم و از فتنه دور شوم، خودم و مردم چی؟ مردم آگاهی دیم که از همین بد است و از این دور شوید. پیغمبر شما را منع کرده است از همین کار دور شوید، در همین فتنه واقع نشوید. مخافت ان یدرکنی، یعنی از بیمی که همون فتنه، همون بدی مرا دریافت نکند، مرا درک نکند، یعنی وقت همون، از بیمی که همون وقتش نیاید و من در همون واقع نشم، یا که هم بدیش نیاید بدیش. پس گفتم یا رسول الله ان كنا فی جاهلیه و شر. گفت ما در جاهلیه بدیم، یعنی که پیش از اسلام در جاهلیه و بد و بدی بدیم، یعنی در جاهلیه. حذیفه ابن یمان چی گفت رضی الله عنه؟ گفت در بدی بدیم. در حقیقت در بدی اقرار کرد که ما در بدی بدیم، اعتراف کرد که همین بدی است، جاهلی بدی است، اشاره کرد پیش از اسلام ما در بدی بدیم، در کفر بدیم، همدیگه را میکشتیم، همدیگه را غارت میکردیم، یعنی که فحشا میکردیم یا که میگفتیم. پس چی گفت؟ گفت که جاءنا الله بهذا الخير. در اینجا حذیفه ابن اعتراف کرد که اسلام خیر است. پس الله برای ما چی آورد؟ همین خیر آورد. خیر چیست؟ ایمان، امن، آسایشتگی، نیکی حال، دور شدن از فاحشه ها و از زشتی ها و از ناسزاها دور شدن. همین خیر، ای همین دین اسلامی که جمع کرد، هم خیر دنیا را برای ما و هم خیر آخرت. از گفت که فهل بعد هذا الخير من شر، آیا بعد همین، و گفت که هل بعد هذا الخير من شر، آیا بعد همین خیر که آمد اسلام آمد بعد همین با بدی هست؟ پیغمبر چی گفت صلی الله علیه و سلم؟ قال نعم، گفت بلی. پس گفت چی؟ همون خیری که بعد، خیر یکمی که بعد چی گفت که در وقت عمر و ابوبکر و عمر که دروازه همین بدی را شکسته بود، عمر و ابوبکر و عمر. پس وقتی که کشته شدن عثمان اومد رضی الله عنهم، همین بدی است. پس گفتم که و هل بعد ذلك الشر، بعد خیر بود و بعد بدی آمد، بعد همین بدی کشتن عثمان رضی الله عنه که فتنه ها سر زدن، بعد همین با خیر هست؟ پیغمبر چی گفت صلی الله علیه و سلم؟ نعم، بلی خیر می آید. و از، یعنی که همون ظاهرترین نمایانترین خیرها، یعنی که همون خیرها این چی است؟ اون که در عهدی چی عمر عبدالعزیز شد،
چقدر خیر بود، چقدر آرامی آسایشتگی بود، زندگی آرام بود. قال نعم و فیه دخن. خلاصه گفت که بعد این بدی گفت خیر است، گفت بله خیر هست. و فیه دخن، گفت در اون دخن است. دخن به معنای چی اینجا تفسیرش میدن؟ به معنای که بدبینی، به معنای که دل مردم آلوده فساد میشود. خلاصه همون خیری که می آید بعدی بدی گفتیم. خیری چی نیست؟ خیری پاکیزه نیست، خیری خالص نیست، خیری پره نیست، کامل نیست. همون خیری که در اون چی است؟ تاریکی است. گفت خیر خالص نیست، در اون خیر هست ولی خیر خالص نه، و خیری که در اون تیرگی است، یعنی که روشن نیست. یعنی بعضی میگن شرم میتونن که دخن به معنای دخان است. دخان یعنی که دود، یعنی مثلا میگیم که هوای تازه باشد و در او هوا دود باشد. مثلا خیری هست هوای تازه، مثلا خیر بیگان چی آلودگی، نه که هوای باشد و در اون چی باشد؟ دود باشد. و هوا چی است؟ تیره است، تاریک است، یعنی که خیری پاکیزه نیست. قلت و ما دخنوا، گفت چیست همون تاریکی، همون تیرگی و چی است؟ قال قوم یهدون بغیر هدی یستنون بغیر سنتی تعرف منهم و تنکر. ای انسانای هستند، قومهای هستند، امامای هستند، امیرای هستند. قوم یهدون بغیر هدی، ای بغیر راه و روش پیغمبر صلی الله علیه و سلم میروند. سنت پیغمبر چی؟ وقتی گفت که و ما دخنوا، ای چیست همون تیرگی و همون تاریکی، گفت که چی؟ پیغمبر صفات شداد، وصف شداد. گفت لا، به همون هدایتی که یعنی که راهی که پیغمبر رفته است نمیروند و همون سنتی که پیغمبر جاری کرده است او را ترک میکنند. در دین آلودگی میارند. اصحاب بدعتن، دین به بدعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم با چی؟ به بدعت آلودگی میکنند. در دین بدعت ها میدرارند. برای همین به راه و روش پیغمبر، به سنت پیغمبر نمیروند. خواه پادشاه باشد، خواه امیر باشد، خواه عالم باشد. خدا را عالم میگن. در دین چیزای زیادی میارند که نه الله و نه رسولش اون گفته است و نه پیغمبرش کرده است. پس باز پیغمبر چی میگه؟ تعرف منهم، یعنی که میدانی که همونها چی ان، عملهاش نمیدانی که همین عملها از روی هدی پیغمبر، کردار پیغمبر، سنت پیغمبر، راه و روش پیغمبر نیست. میدونی عملهاش نه. و تنکر، و انکار میکنی. بعضی آدمای هست که انکار نمیکنن. و در حدیث مسلمه در امام مسلم چی میگه؟ فمن انکر بری و من کره سلیم. کسی که انکار کرد پس چی شد؟ روز قیامت در گناه آلوده نشد. روز قیامت جزا سزا نمیبیند. خدا از همین دایره گناه دور کرد وقتی که انکار کرد، با زبان یا که با چیزی باشد. و من کره معنی چه داد؟ بد دید، یعنی که نتونید به زبانش انکار کردن، مجرد بد دیدم اون کارو به دلش. سلیم، ای یعنی که او هم چی شد؟ سالم ماند از همین چی؟ از همین کار او هم دور ایستاد. بعد چی گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم؟ دعاتون علی ابواب جهنم، مفردش داعی، ای داعی های دعوتگرهایی که به غیر حق دعوت میکنن، نه به راست، نه به سنت پیغمبر، نه به راه روش پیغمبر و صحابگان. نه، میگه دعوتگرانی که به دروازه های دوزخ مردم دعوت میکنن. به چی؟ به دروازه های دوزخ دعوت میکنن مردم. با بدعت های نمودهاش باشد، بدعت های مکفره، بدعت های چی؟ شرکی یا که غیر شرکی. الله عز و جل ما و شما را از همین عافیت کرد که مردم به همون مجبور میکردن که همین را پیروی کنند و همون بدعت و همین شرکیات و همین خرافات و همینا سال تا سال، عصر تا عصر زیادتر و زیادتر میشود و در شهرها زیادتر و زیادتر میشود و آنها خود را چی؟ نسبت به همین دین میتیان. و بعضی هاش هستن که از دین تماما بوی نبرده اند و خود چی؟ دعوتگر میگیرن و دعوت میکنن. بجای که مردم به نیکی و به خوبی و به راه راست دعوت کنن، به چی؟ به بدی و به گمراهی و به شرک و به ضلال و به دوزخ دعوت میکنن. کتاب ها می نویسن، کتاب های آنها چاپ میشوند. شکل کتاب ها بسیار قیمت است، با بهترین ورق چاپ میشوند و مردم مسلمان آنها را چی؟ بین مردم مسلمان پهن میشوند. شب و روز آنها را میخوانند، به آنها تبرکی میکنن، به همون کتابات تبرکی میکنن که اون کتاب ها در درونشون غیر گمراهی و شرکیات و وسیله و بدعت چیز دیگر نیست. میگه بری دعاتون علی ابواب جهنم، دعوتگرهایی که در دروازه های دوزخ، یعنی که انسان که به شرک دعوت کردی که جوش دعوت کردی، به دوزخ دعوت کردی، به بدعت دعوت کردی، به جوش دعوت کردی، به دوزخ دعوت کردی. ببین دعوتگرهایی که در دروازه های دوزخند. من اجابهم، کسی که قول آنها را گرفت و آنها را پیروی کرد چیکار کردن؟ اجابهم الیها فقذفوا فیها،
در گجاش پرتافتن، در دوزخ رفت. اگر مگر که الله هدایتش کند، نه که چی دوزخ رفت. برای همین این رواج و رونق بود که همین بدعت با رواج و رونق میتن همین بدعت ها را با همین درس ها میرن، درس ها را گوش میکنن، قصه های باطل که نقل میدن اونا را گوش میکنن، دعوتگرهایی به سوی شهوات، داعی های دعوت میدن به سوی شبهات، همه اینا چی هستند؟ به سوی دروازه های دوزخ مردم دعوت میکنن. حتی که همین دعوت های آنها در خانه ها را فرا میگیرد، خرد و کلان فرا میگیرد، زن و مرد همه را فرا میگیرد. والله المستعان. الله عز وجل همه مسلمانان را از این چی، از همین دعوتگرهایی که به سوی دوزخ دعوت میکنن نجات دهد. پیغمبر چی گفت؟ قلتو، گفت که وقتی که خیلی گفت که دعوتگرهایی که به سوی به آنها دعوت اینها را اجابت کرد و قبول کرد به دوزخ میپرتوند، گفت که یا رسول الله صفهم لنا، گفت یا رسول اکرم وصف آنها را برای ما. کیان آنها؟ قال هم من جلدتنا، ای از ما ای قوم ما ای گرد و اطراف ما و یتکلمون بالسنتنا، سخن میزنن با زبان ما سخن میزنن. خلاصه میگه اینجا اشاره است که آنها از عرب هستند، ولی امام داودی میگه که آنها از بنی آدم هستند. معنای جلدتنا ای از پوست ما هستند، معنای که به ما نزدیک هستند، به ما نزدیک هستند، یک از ما نیستند. پس چی گفت باز؟ گفت که آنها از بیرون اومدگی نیستند. قلتو، حذیفه چی گفت؟ بین یعنی که حذیفه گفت که وقتی که همین اگر ما زنده باشیم، من زنده باشم و همین حال که به من همین وقت به من رسید، من چیکار کنم؟ به چی امر میکنی؟ کی به چی امر مرا چی امر میکنی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم؟ اگر همین حال مرا رسید دریافت کرد و من چیکار کنم؟ پیغمبر چی گفت صلی الله علیه و سلم؟ تلزم جماعت المسلمین و امامهم، گفت که پیروی کن، لازم بدان جماعت مسلمان ها را، پیروی کن جماعت مسلمان ها را و امام شونه و امام مسلمان ها را، یعنی امام جماعت مسلمان ها باشد، امام باشد، امامی که به حکم الله حکم میکند امام باشد. پس اونها را چی میگه پیروی کن، امام اگر باشد. قلتو، ببین چی گفت حذیفه ابن یمان چی گفتم فإن لم يكن لهم جماعه ولا امام، اگر آنها نه جماعت داشتن و نه امام داشتن پس چیکار کنم؟ پیغمبر چی گفت صلی الله علیه و سلم؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، چی گفت که همه آنها را، همه اون گروهایی که هستن مثل هازی گروهایی که هستن تقسیمات شدگیان، اینش صوفی و اینش اشعری و اینش مدخلی و اینش صوفی و اینش شیعه و اینش مدخلی و اینش تکفیری و اینش خوارج و اینش فلانی، همه این گروه ها را گفت چی؟ ترک کن. اگر که امام کی نبود همه گروه ها را ترک کن، همه فرقه ها را ترک کن. پس گفت که همه اینا را ترک کن. ولو ان تعض باصل الشجره، این کنایه از چی است؟ که تو وقتی که هیچ کس کی نبود همه را ترک کن، برو به جایی که در اونجا درخت است، یعنی که جای دور از چی؟ از نظر مردم دور شو، به معنای که ای جایی که رفتی سخن نزن، پس خودت نگه دار، با آنها همراه نشو، با آنها را دستگیری نکن، فقط نفس خودت بدان، خودت احتیاط کن، خودت نگه دار، دین الله عبادت کن با چخلی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما آورده است، پیروی سنت باش، همه را ترک کن حتی یدریکک الموت و انت علی ذلک، تا آنی که در مرگ به تو بیاید، با تو در همین حال باید زندگی کنی. میگه اگر تو نتوانی منفعت رسوندن در همین حالت ها، منفعت رسوندن نتوانی، پس کمترین چیز چی است که نفس خودت امین دار، نگه دار و خودت نجات ده، برای که آنها به تو تاثیر نکنن. اگر در همون شهر استی شاید به تو تاثیر کنن، شاید تو مجبور کنن که آنها رو پیروی کنی در همون گمراهی، در همون بدعتشون. برای چی؟ برای تاثیر نبخشن به کارهاشون، کارهای عملهای بدعتی میکنن به تو، و نه به قولهاشون و آنها را شریکی نکن در همون جای هستن. عدد آنها را زیاد نکن، مشاهده نکن همون کارهای بدی که میکنن. نفس خودت نجات ده. برای همین انسان وقتی دید که زورش نمیرسد، دید که منفعت رسوندن نمیتونن برای مسلمان ها، دید که مردم دعوت کنی نمیتونن، نمیمونن اون را دعوت کنی برای حق، برای سنت. معناش که همون ولو ان تعد باصل الشجره، یعنی که چنگ زدن به اصل شجره، به همون ریشه درخت گفتیم چی است؟ برای شه ای به اسلام، به اصل اسلام قرآن سنت با چنگ زنی و همه را ترک کنی. اگر نتونستی خودت نجات ده، برای همین خودت نجات ده و نه این شه پیروی کن نه اون شه پیروی کن، نه به یک شیخ دین همه را در یک شیخ محدود کن و نه چی؟ قرآن سنت، و نه پیروی صوفیا شو، نه پیروی شیعه شو، قرآن سنت پیروی کن. حق از کسی باشد بگیر. برای همین این نصیحت است برادران گرامی. تقسیم شدن به حزب ها درست نیست. هر حزب میگه که من راستم تو در باطلی. برای همین ای حق که یافتی، حق که پیدا کردی، مردان حق پیدا میکنی. برای همین حق جستجو کن، مردان حق پیدا میکنی. فتنه ها بسیار میشود، فتنه ها از پیش است. همین وقتی فتنه هاست، چقدر جوانان فریفته مردم شدن،
چقدر جوانان فریفته باطل شدن، فریفته صوفیا و شیعه و دیگرا با پول دین فروختن، با پارچه دنیا پول فروختن، شیعه شدن. از بشتگی دعوت دارن. گر ما مینن که 4 سومی که برای آن گرفتن، آن زندگی در دنیا مینن نمیگذرد، ابدی برای آنها. برای همین دین ما، دین اسلام، دین وسطی است، نه غلو است و نه چی و نه سستی که همه را ترک کنی. کسی چیکار کرد آزاد است. نه برادر، باید پیروی کنی، قرآن سنت به همون ریشه چنگ زنی. حتی که از مردمم دور شدی، امام نبود، جماعت نبود، باید خودت نجات دهی. این بود کمتر شرح حدیث. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله. و دعای نیک خود ما را فراموش نکنید. السلام علیکم ورحمه الله.